میخوایم یک کویز باحال راجع به یکی از معروفترین و برترین عناوین دنیای سریال یعنی بریکینگ بد رو داشته باشیم. گاس فرینگ اصالتا کجایی بود؟ مکزیکی، شیلیایی یا کلمبیایی؟ جواب این سوالمون شیلیه. گاس فرینگ اصالتا اهل شیلی بود. این سوال خداوکیلی یه نمونه تابلوه. فکر میکنم قطعا یادتون باشه. رنگ مورد علاقه ماری شریدر چی بود؟ قرمز، صورتی یا ارغوانی؟ آفرین رفقا، خداوکیلی جواب تابلویی بود، چون همش تو همه سکانس‌ها این رنگو می‌دیدیم. جواب ارغوانیه. حالا بهم بگید ببینم یادتونه نوع پیتزایی که والتر روی سقف خونش پرتاب کرد چی بود؟ پپرونی، سبزیجات یا استیک؟ خداییش تصویر این سکانس دقیقاً جلوی چشامه. آفرین، جواب پپرونیه.